شما. امیدوارم که خوب باشید و تمریناتون تا اینجا خوب پیش رفته باشه. قطعه رو که براتون در نظر گرفتم اثر کریستیان برونر، یک اتود در فا ماژور هست. همونطور که می‌بینید سی بمول در سر کلید داریم و باید مواظب نوت‌های سی باشید، چون در بعضی از میزان‌ها این سی‌ها بکار شدن و شما باید بتونید سریع اون رو تشخیص بدید و اجرا کنید. این قطعه دو بخش داره. بخش اول خط اول و دوم هست که شما یک هماهنگی بین دست راست و چپتون میتونید ببینید. دست راست با یک ملودی ساده بالا رونده شروع میشه و دست چپ در صدای بالایی دقیقاً با همین حالت دست راست رو همراهی میکنه. سه تا نوت بالا رونده، دست چپ هم سه تا نوت بالا رونده، فقط شروعاشون فرق میکنه. دست راست از فا شروع میشه، دست چپ از لا شروع میشه. اما فراموش نکنید که دست چپ یه نوت پدال هم داره، یعنی شما باید اون نوت پدال رو تا آخر میزان نگه دارید. عملا دست چپ هم یک بخش همراهی کننده با یک نوت پدال داره و هم یه ملودی داره که ترکیب میشه با ملودی دست راست. بخش اول، خط اول و دوم، دو تا میزان اوله. هر خط شما همین روند رو دارید. دو تا میزان پایانی که کادانس های هر کدوم از این خط ها هستن کم متفاوت میشن. شما باید سعی کنید که اون نوت های سکوت در دست چپ رو خیلی بهش دقت کنید که اصولا هنرجوها در اجرای اولیه اونا رو خیلی دقت نمی‌کنن، دست چپ نوت‌ها رو نگه می‌دارن و اون سکوت‌ها از بین میره و اون فاصله رو که آهنگساز رو در دست چپ می‌خواسته صدا کم بشه توی اجرا نداریم. باید سعی کنید که سکوت‌ها رو به موقع و دوباره برمیگردیم به حالت اول. دوباره کادانس قسمت دوم همینطور سکوت داره. اون سکوت‌ها خیلی مهمن. فراموش نکنید در درس 36 راجع به کادانس ها و پایان جمله ها کار کردیم. قرار شد که بتونیم نوت‌های پایینی رو با داینامیک پایین‌تر اجرا کنیم و اون حس پایان و کادانس رو در جمله ها به نمایش بذاریم. نوت آخر یا دو نوت آخر. بخش دوم این قطعه دست چپ در بعضی از میزانها باس آلبرتی داره، شبیه به درس 36 که با هم دیگه تمرین کردیم، مثل میزان دوم خط سوم یا مثل میزان چهارم. اما میزان اول و میزان سوم چیزی شبیه به باس آلبرتیه و باس آلبرتی نیست دقیقاً. مثل میزان اول که هم یک بخش همراهی کننده است، هم هماهنگ با دست راست یک ملودی رو تعقیب میکنه. توی این میزانها ترکیب این هماهنگی رو با باس آلبرتی، شبیه به باس آلبرتی ما داریم. یعنی یه ملودی داره ساخته میشه در اون هماهنگی که نوتا با هم دیگه دارن. فا، سول، لا، فا، می، فا، سول، می. یا خط آخر دوباره فیگورهای خیلی متنوع تر. لا دو لا دو، دو بار لا دو لا دو تکرار شده. یا میزان دوم. اینا خیلی شبیه هم به هم دیگه و بعد شما جداگونه روشون تمرین کنید که بتونید اینا رو از هم دیگه جدا کنید و یادتون بمونه که کدوم میزان چه شکلی بود، کدوم یکی باس آلبرتی بود، کدوم یکی شبیه باس آلبرتی بود، کدوم تکرار بیشتر داشت مثل لادو لادو ها. یا میزان بعدیش یه ملودی هم اون وسط داره که این دوتا بخش رو هم دیگه وصل میکنه. اینا رو حتما جداگونه روش کار کنید که هر بخش رو، مخصوصا دست چپ، یه بخش نوت پدال داریم، یه بخش شبیه باس آلبرتی، خود باس آلبرتی، سکوت ها و دست راست رو هم که جمله بندیاشو سعی کنید بنابر اون تعریف که در درس 36 داشتیم
اگر پایان جمله هست سعی کنید که اون داینامیک رو دقت کنید که با تاچ ضعیفتری بزنید که پایان و یک کادانس بسازید در هر جمله. نکته آخر این که یه ریتارد هم در این قطعه ما داریم در خط آخر در بخش پایانی، مثل کرشندو که نوت به نوت شما تاچ قوی تری رو برای نوتا در نظر میگیرید تا پله پله یک کرشندو بسازید. مثلا از ضعیف به قوی. توی ریتارد دقیقاً این توی ریتم اتفاق میفته. شما ضربه به ضربه آهسته تر نوتا رو اجرا میکنید تا به یک پایان نزدیک بشید. مثلا وقتی در پایان قطعه است، چون ریتارد ممکنه در وسط قطعه هم بیاد، ولی اینجا در پایان قطعه اتفاق افتاده، ضربه به ضربه کنتر میشه. این قطعه برگشت داره و من برگشت رو هم اجرا کردم. فکر میکنم علامت برگشت در پایان قطعه متاسفانه جا افتاده، من یادم رفته بذارم، ولی بخش اول یه بار تکرار میشه، بخش دوم هم یک بار تکرار میشه و این تجربه خوبیه که شما بعد از یک ریتارد که سرعتتون کم شده دوباره برگردید سر تمپوی قبلی. شما یه ریتارد دارید در بخش پایانی و بعد دوباره برمیگردیم به اون تمپوی اصلی. اینو تجربه خیلی خوبی هن که تنوع در ریتم، در ملودی شما توی یک قطعه کوچیک تجربه کنید. امیدوارم که موفق باشید. تا قطعات بعدی.